سلام علیکم دوستان برداران تماشابینان کانال اهل یوتیوب خوش آمدین به کانال من کانال قادرов سایبرهان بردارو با درخواست زیادی مخلصان بردار خواهش کرد که همین گوساله‌دارم برا بفروشش در کانال پارتو مخلصی خودتم گفت یا وقت زمستان سر شوی کانال اومده بودیم شکایت دادیم کانال همین بردار اومده بودیم خونش عبدالرحمن جامی یک طرف لیلی میگن یعنی دهقان میگن همیشه اومدیم بردارو ثبت نوار یک گوساله‌دار میگه کارپات میگه پروداش کارپات کال کارپات میگه نه کالای بردارو شوخ نداره بفروشش میگه در کانال پارتو نمره ختمون خودت بفروش میگه مقصد من دست ندارم که اینو پشتشم وقت ندارم میگه خودت دیگه بفروش اینا بردار گوساله رو تماشا کنید نوار تاخیر رو تماشا کنید پدیلیت سلای کبجقین دستگیری شما پیش روی ماست تشکر برای دستگیریتون یک جان مینادور گوساله گوی گوساله دار دوگانیگزای سعودوشی رفت دوشنبه 17000 طرفی 9 کیلومتر شفیر زواد میگن چی میگن همونجا بردارو سعودوشی رفت ودن سوس کتی میره بردارو نرخی را مونده بردارو نرخی را بردار گفتیمش میگه 5500 میگه حسابی کارپات بدگیش 5500 بگو میگه با معاملات رو 5500 با ارزان میشه پروداش تازه کارپاتای مقصد میگه که 5500 بگو نمره ختم 911 21 72 21 بردارو 5500 با معاملات داره دستافکا داره اگه ما حسابی بردارو ما امیر 5000 میگیم اینا معاملات داره مثلا شما امیر خونه همین برادر نمیگین که آخه برای چی که ما 5 میگیم ما دستافکا داریم ما رسخ داریم نه پر فکر کنین همین او قیمت میگم برای هم میگم دا اینا بخوای نمی خونش بین ارزون کده میتونه معامله خوب میکنه میتونه خودی کلوب برمیگی من خودم کلوب 1000 تومان میبرم مثلا همینجا بگیرم برام 1000 تومان خودش مثلا 5 4 میشه همون سبب ما همون درجه را فکر کرده 5 گفته که با ارزون میشه خدا نگهبانتون کسب کارمتون برار میخوام خیلی گوساله مقصد گو باشم درباره گپ زدم شیر جوشیده همش نشون بدم این گوساله ارزون میشه معامله خوب داره بردار گفت که یا چی کردم بته مثلا گفت معامله که بته نفس که ما بلند گفتیم 5000 دستاف گفتیم خیلی معامله داره بردار خدا نگهبانتون کارپات کال کارپات بردار